نزد سلام علیکم. آمدیم ما با موضع خوجا سنخوک. همونجا میبینید آب معدنی از همونجا میبرد. حالی وای رو الهیده من نوار میگیرم. اینجا آمدیم جایی که من اینجا سیاحان آمدن از امریکا، از کلمبیا، از دیگر جاها. خدا خواهد ما اینجا با اپا و خواهر و دودرامون رو یک ماشین بر کرده آمدیم. انا همینجا السلام علیکم اکا میمونم آمدن. شما نغزکه؟ شما کجا که جان؟ من از طرف شهری نوکم. از شهری نو آمدید اینجا؟ تماشا آمدید؟ تماشا آمدیم، زیارت آمدیم. آبی به حد شکوای داره، لیچیب نیاز داره. انا ما چند وقت نآمده بودیم، با اومدیم نویگری بسیار اینجا با انا خیلی آدمایی که توریستای دیدیم. بسیار آدم بسیار اومدگی ها. انا اینجا همین موضع بزیبا اینا کوهستان ببینید ها. این کوهستان رو ببینید. شما اینجا خوراکم پخسودید. او گوش بیرون کردید. یا گوش بیرون تو نبینیم کنی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. انا گوش بیرون ای دیگه جوش سوداست گوش بیرون. خدا خواهد شما گوشتون رو بردارید، ما هم گوشت آوردیم. یک گوسفند کشته. خدا خواهد ما هم گوش بیرون میکنیم. اینجا دم گوش بیرون. اینجا همین فقط گوش بیرون خورید، جوی گوش بیرون خورید کنید. ای جاز پاز ببینید نبینید. نه او شود. انا این آب مصفا، آب تازه، این آب برام در ریخته سوده است. ما باز یک اقدام گرفتیم که همین جیانا ما رو آوردم. من این محمود جان جیانی ما خالتقتی همین مصرهای همینجوره، یعنی که پرتوهای همینجوره ما امروز جمع میکنیم. یک گفتی اینترنت میکنیم، یک هایپ میکنیم، نشان میتیم به شما، چون که اینجا پرتو بسیار است. پرتو رو از خارج آوردگیانا با راکت میبیارن. خلق تاجیکی ما نمیبیارد، چون که من یک مرتبه تاجیکا رو خلق ما گفته تنقید کردم که بسیار پرتو میپرتوید. در سری من ملت دوستان داخلی ناخونک سری من رو زده کفوندن در درون اینترنت. اینا همش از خارج کشور با راکت میبیاد. پلاستیک و ارسیکال و تربوز ولی ما جمع میکنیم. دوستان عزیز، من این دریاچه هست، یکی از دریاچه‌های بسیار خوشمنظره و آبی تازه دارد و از همون بالا جوی شده میبیاید. دیدید کوههاش برفش ایستاده است. اکنون با تقاضای زمان برف الکی کم شده ایستاده است. هر سال اینجا زیاد بود، هر سال کم شده ایستاده است. پیریخ‌ها آب شده ایستادن. خیر خدا گونیم که باز طبیعت با مجرای خودش برگردد و گرم شوی کم شود. انا دوستان عزیز، این یک نواری بود از موقعی خوجا سنخوک. آبش رو به شما بدتر نشان میتیم. جای آبش رو حاضر چی دارد این اینجا جای خوراکپزی، همین اپا نشان از یک اپا هست، خالاجان هست، نشان میتیم به شما. اینجا من هم خیلی بعد 3-4 تا کت هست، سرفه. اینجا میشینید خوراکتون رو میبرید. من آدما 6 تا هستن، خوراک تیار میکنن میخورن. همینجا باز میخیزن و دوشنبه میروند تماشا میکنن. بالا حوض بود است، کول بود است، 5 کیلومتر بالا. من یک تا برادر مو کمال یک ماشینی من همون گازیل ده توریست آورده است، حتی از کلمبیا آورده است. بالا تماشا برآمدن و ولی گفتن میبریم و همون بالا میرویم. انا همونجا کول بود است، 5 کیلومتر. اگه من رفتن نمیتوانم، کول میروند. دریا رو ببینید فرامد آمده ایستاده است. دیدید دوستان عزیز، شما هم حرکت کنید، جمع شوید با اپا و خواهر و دودراتون، خویش تاورو یا رفیقاتون بیایید. انوکل دریاها رو تماشا کنید، از این آبهای مصفا نوش جان کنید. دوستان عزیز، معقول باشد یک لایک مونید. من باز نوارو امروز دوام میدم.